ای معلم ایوب زادی مهربان، مهر شما جا شده در دیده و دل و جان. معلم ای معلم، ای استادی استادان، مثل شما کم باشه در دل هم روی جهان. چون که شما دائما درس وطن میگوید، بر همه بچه ها وصف چمن میگوید. بهتر از استاد نیست. حالا آیدی فعالیت معلم محمد ابراهیم ایوب زاده سخنی تبریکی را به معلمان و معلم دلسوز غمخوار سختگیر این دبستانمان معلم ندیر میدیم. مرحبا معلم. السلام علیکم مهمانان محترم. راست دیگر در حق مولای ابراهیم چی گفتنم رو نمیدونم. من این کس رو استاد خود حساب میکنم. هر سال من 25 سال جانشینی کردم. این کس سن یک داشتم، همین پدر و مادر رو التماس فرزندم رو نزد مولای ابراهیم ماند. حتی هم اگر باور کنید دیروز خودش یک پدر منتداری کرد که بچه‌م پیش مادر مونده دو، من از شما حاضر خیلی منت دارم. گفتم من گفتم تشکر. اکنون همه علاجگی را به مولای ابراهیم دادن. راست دیگر آزارش اینه که این علاجگی را 30 سال وقتی گذشته گرفتنی آدم گذشت رفت برساد 30 سال. وقتی که ما پیشنهاد کردیم و دیلی نمیدم در گجال موند نمک خورد، از رایون یک مراتبه گفتن که این کس آموزشگاه پیدگاهی را تمام کرد یا نه. خواسته آموزشگاه پیدگاهی را تمام کرده باشن و صنف‌های ابتدایی کار میکردن که خلاصه کار نگذشت. وقتی که مولای ابراهیم پیداچیلش آموزشگاه را تمام میکردن، خدا رحمتی عبدالله زاده به ما گفتن که نیم علمی اوریته بره با سرداری منصور و با سرداری باقی ملا و با سرداری عظیم و خر و غیره هاش و ماها مچه‌ها با مچه‌ها با عقبی آوردن گرفته برفتن گفتن. اکنون مولای ابراهیم حقیقتا معلم ها هستند. این خیلی معلم مهربان. راست دیگر ما در مکتب ندیدیم. اگر منو عظیم و حاجی به بچیدن بچه ها رو ملا کرده باشم، راست دیگر میادم فقط با پند حکمت بچه ها رو کردن. این کسا در مکتب موخی مکتب میگن.
موخش میگی محمدی و در اوراهاش مرم استایف خیلی حاجی و ایوب شب و روز در این مکتب کار میکردن. همین موخه ها بودن که همین کوچه های بالای کلیلی کلخاد یوسف وفا به نام آدمان بزرگ حافظ جامع و این آن مانده شدن. کلیلی پایین بینم ترشگاه و لوکیوانا و وسیلی مالکا هم تو خنده هم اومد. من در دست همین دادرم باقلا میخ همین کوچه به کوچه وقتی پیانه رجب بودن گشتن و همین کارا را بود کردن. من جانشین باشم اگر برای پولم حرکت میکردم، اگر باور کنید این آدم به جانشینم دلشون برای همین بچه ها، برای خلق، برای پدر و مادر از من زیاد میسوخت گویم اگر باور کنید. دعای کودکان نقل میگیرند، منم در آخر دعا میکنم که خدایا خداوند مسافرشان سلیم جان در پناه عزتش نگاه دارد، قطار مسافرای روی جهان دعای فرزند ببینند به مراد مقصد شما شما هم رسید. تعظیم که بر من داده ای بازی تعلیم. السلام علیکم مهمانان، استادان و همسبقان عزیز. اجازه دهید که من امروز استادم ایوب ابراهیم بیگ عنوان فخری گرفتم، تبریک تهنیت گفته برایشان سرآور تنصیحاتی خاطر جمعی و تمام سیاهای جهان را تمنا میکنم و اجازه دهید در آخر من توفیق خاطری خود را همچنین رمز دوستی و خاطری به استادی اولینم تکمیل نمایم. دوستان عزیز، من گمان میکنم که به این عنوان و به این کفگویی شما ارزش ندارم. من مکافات من کیها گرفته سادم. هر باره که یک خواننده به من سلام میدهد، هر باره که یک خواننده از من راضی است، هر باره که پدر مرا من ندارست، انواع مکافات من است. یک سالی که من از این مکافات دیر گفتن و معلم ناراضی کردن، من ناراضی نیستم. در این دوام 45 سالی که من در این مکتب رو میگشایم، هزاران طلبگان رو از پیش من گذاشتن. اگر در دل کوچکی آنها، در دل افرادش یک ذره آنها، من یک ذره مهر و محبت انسانی دلی، محبت دانش آموزی، محبت وطن‌دوستی را اگر توانسته باشم، این برای من مکافات بزرگ است. با وجود آن من در نزد همه شما قرض دارم، بسیار قرض دارم. من افسوس که من بسیار با قرض کردم، لیکن حیات امکان میده که من قرض کردم توانم میانه اینه نمیدانم. چون که هر یک مکافات، هر یک کفتوبی، هر یک تبریک این یک قرض است به گردن گیرنده آن و مجبور است که همون قرض خود را برگردم. اما افسوس نمیدانم، میتوانم تا آخر این کاری رو کردم، نمیتوانم. من از کلیکتیو همین مکتب یک عمر منت دارم. هزار تشکر میگم با آنها، چون که آنها همراه من در شادی من شاد بودند، در غم من غم شدید بودند، در بیماری من بیماربین من بودند و از همین سبب من در نزد این کلیکتیو یک عمر قرض دارم و هزاران تشکر به همه شما، هم خود و هم کلان هم بزرگان کدامتون که در این کلیکتیو همراه هستید. من از شما عمرباد منت دارم. برای کیو بهتون شایشی کاراتون کرد، شما هم صاحب عنوان، صاحب نام، صاحب مرتبه گردیدتون. برای کیو رحمت